یکی از لحظه های بهترین حیات من این ماه اکتبر سال 2024 در مرکز در باغ فرهنگی فراغتی شهر خورخ واخوری با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بود که بسیار یک لحظه خاطرمند در حیات من بود. واخوری با پیشوای معظم ملت، البته که نه هر یک شخص میتواند با پیشوای معظم ملت واخوری انجام دهد. مرا هیجان زیر کرد در وقت همین برآمدم، هیجان بسیار زیر کرد. خیلی ما پیشوای معظم ملت سر کرد سخن با من سخن سر کردم، منم یک الهام بخشیدم و یک قوت گرفتم و یک الهام بخشیدم. این وقتی که با پیشوای معظم ملت سخن گفتیم الهام بخشید به من خواستم با پیشوای معظم ملت یک اسباب نادر مردم بدخشان یعنی مردم تاجیک اسباب از بین رفته بود، ما خواستیم این اسباب رو احیا کنیم. این اسباب رو استوها از وادی نویه روشان وادی برتنگ ساختگی بودن. من خواستم اون اسباب رو با پیشوای معظم ملت یعنی همچون تحفه تقدیم نمایم. بعدم پیشوای معظم ملت از من خواستن که من باید همون اسباب نوازم. بعد همونجا درست دیگه نواختم با پیشوای معظم ملت بسیار پسند آمد نواختن ما. بعد قبول کردن نواختن ما. بعد با پیشوای معظم ملت سپاسگزاری کردیم از نام اهل فرهنگ ولایت. پیشوای معظم ملت هم بسیار در بابت همین اسبابی که من نواختم بسیار مقبولشان شد. بسیار درباره همین اسباب گفتن نقل کردن، صدای کوه ها را دارد گفتن، دره کوه ها همین خیلی چیزا. بعد خواستن است وای همین اسباب باید چکنم و تقویت هم در کنسرت های خیلی دولتی باید همون اسباب صدادیت استفاده بریم باید. این یک لحظه بسیار خاطرمند بود، بسیار یک لحظه در حیات من یک لحظه بسیار خاطرمند و یک لحظه فراموش نشونده بود. سلامت باشید.